روزی که جا نمی باشی کجا میری؟ ها؟ روزی که اینجا نمی باشی کجا میری؟ تفریح می دو طرفا همینجا هستی؟ همینجا می باشی. میفهمی جوار چه وقت کندک؟ 3 روز میشه. در مرد دولت کندک؟ شالوالی کن؟ به چه خاطر کن کس نگفتی؟ بله؟ جوار درست میکنم. بچه که چطور است؟ بچه های دختره که؟ خبر نگرفتی؟ در کجا هست؟ وقت جنگا در کدام جنگا بود دیگه؟ پیش از طالبان؟ یا بعد از طالبان؟ به نظر تو میگم خوش مثال اگر یه اسکرای خارجی بره خارج خوش میشه پس برن در وطن این از داستان راتب مگم این داستان تنها نیست بلکه این داستان درباره شهر کابل و کشور عزیز ما افغانستان است که این همه بسیار زود تغییر میکند این داستان درباره سالها جنگ‌ها تجاوز کردن و بمباری‌های شدید است همه مردم عزیز ما سالم میخواهند وقتی مردم پولدار شدند ساختمان‌ها ساختند بعضشان خانه‌ها و فامیل خود را از دست دادند و بعضشان حتی دچار بیماری عصبی شدند مانند راتب و ما می‌خواهیم تا آنها را کمک کنیم از قبیل مواد غذایی، پوشاک و غیره و ما از مردم عزیز خود می‌خواهیم تا آنها را کمک کنند اگر کسی مانند راتب در عقب دروازه خانه ما قرار داشته باشد ما باید به آنها کمک کنیم این از داستان راتب مگم این داستان تنها نیست